الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 26 از شرح کتاب اصل السنه و اعتقاد الدین است و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه صحبت ما در بالای ایمان آوردن به جنت و به نار است، یعنی دوزخ. ایمان آوردن به وجودی جنت و دوزخ و به مخلوق بودنشون و وجود داشتنشون. در کتاب اصل السنه و اعتقاد الدین ابو زرعة الرازی وفات کننده 264 هجری و ابو حاتم الرازی وفات کننده 277 هجری رحمهم الله میگویند: والجنة حق والنار حق وهما مخلوقتان لا تفنيان ابدا. والجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله عز وجل. جنت حق است، نار دوزخ جهنم حق است و همین جنت و دوزخ هر دوش مخلوق است که الله خلق کرده است، حالا وجود دارد. لا تفنیان ابدا، ابدا هر دوش هم نه جنت و نه دوزخ به پایان نمی رسد. جنت این ثواب است برای دوستهای الله، نتیجه عملهای خوب شما به جنت شما رو میبرد، ثواب. و نار جهنم عقاب است، جزای بد است برای گناهگاران، بجز کسایی که الله اونها رو رحم کند عزوجل، یعنی گناهگارایی که الله اونها رو رحم میکند و از آتش جهنم نجات میدهد. البته جهنم ابدالابد جایی کی است؟ همیشه جای کفار، منافقین و مرتدین و مشرکین است. این 4 طایفه ابدالابد در جهنم هستند. البته که الله سبحانه و تعالی جنت را کلمه الجنه و کلمه النار، جنت معروف است، نار این جهنم دوزخ است. در کتابش در قرآن در یک چند جایها موضعهای گوناگون زیاد ذکر کرده است. بلکه علما میگن هر یک خیری که الله ذکر کرده بالاخره عاقبتش جنت ذکر شده و هر بدی که وجود دارد و ذکر شده دلالت میکند که آخرتش جهنم است. اما کلمه جنت، این کلمه جنت چی معنی دارد؟ کلمه جنت چی معنی دارد؟ لغتا و اصطلاحا در کتاب لغت اگر نظر کنید به کتاب لسان العرب میبینید که میگویند فإن الجنة في اللغة البستان العظيم الذي يستر ما بداخله. جنت در لغت این گفته می شود، اطلاق کرده می شود، یعنی جنت گفته می شود در لغت به چی چیز؟ به یک باغ بزرگی، باغ بزرگی که درخت ها و در زیرش جوی ها و دریاچه ها داشته باشد. انا همین رو در لغت جنت میگن که انا همین باغ گیردش محکم است، دیوارهایش بلند است که درونش رو از بیرون دیده نمیتوانید، پنهان است. جنت گفته چی رو میگفتند؟ باغی که دیده نمیشود، پنهان است، صاحبش از گرد و اطرافش محکم کرده است. این جنت است در لغت. و کلمه جنت گرفته شده از ماده جونن میگند، به معنای ستر است، پنهان. کلمه جنت یعنی باغی که پنهان است. به همون از همین جهت اگر نظر کنید کلمه جن، الجن وجود دارد. چرا جن میگویند؟ شیطان های کافر را جن میگن برای آنکه از چشم ما پنهان است،
ببینید جین، جنت، جنین، همش اینها ریشش یک چیز است. جنت باغی که پنهان است، یعنی باغی که محکم است، از چهار طرفش دیده نمی شود. جین یک جانداری که زندگی میکند، ما دیده نمی توانیم، برای این جین گفته شده است. یا که جنین، کلمه جنین هست. جنین چی رو گویند؟ جنین کودکی که در شکم مادرش هست. چرا همون کودکی که در شکم مادرش هست، در رحم مادرش هست، جنین گفته میشد؟ برای اون که پنهان است، ما نمیفهمیم، برای ما پنهان است، ما که ندیده شدیم، این را جنین گفته میشد. بارک الله فیکم. حتی شب را بعضا جنون اللیل میگند. جنون اللیل یعنی شبی به نهایت تاریکی که هیچ جوره دیده نمیشود. پس کلمه جنت، کلمه جین، کلمه جنین، همه این چیزها چی است؟ دلالت به یک چیزی پنهان، پوشیده که محکم است میکند. جنت دلالت به باغی محکم میکند. پس جنت از نظر لغت یک باغی محکم، این از نظر لغت است. اما از نظر شریعت چی؟ از نظر شریعت میگند و اما فی الشرع فإنها دار الخلود والكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين الموحدين وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم وفيها من النعيم المقيم الأبدي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنت در شریعت گفته می شود به یک زمین که ابدی هست. این یک زمینی پربرکتی کرامتدار است که الله سبحانه و تعالی آماده کرده است این زمین را برای بندگان مؤمنش، برای بندگان موحدش، به خاطر اینکه در این دنیا مؤمن بودند، موحد بودند، عمل صالح کردند، جزای اونها دار الخلود، دار ابدی جنت است که در این جنت به جمال الله نظر کرده می شود، به الله صحبت کرده می شود، درد رنج وجود ندارد و کسایی که به جنت می دارند ابدالابد، ابدی در همین جنت در نعمت الله، در زیر فضل الله سبحانه و تعالی زندگی می کنند. همچنین نعمت های زیاده هست که چشم شما دیدگی نیست، حتی گوش شما نشنیده است، حتی به ذهن شما فکرش هم نآمده است. این چنین نعمت های وجود دارد. الله اکبر، الله اکبر. بله، جنت نعمت های دارد که الله به ما خبر داده است، اما بسیار چیزهای هست که ما نشنیدیم، حتی نشنیدیم، الله خبر نداد و حتی فکر هم کرده نمیتونیم. اینقدر نعمتاش زیاد است که و دعا میکنیم که الله به همین جنت فردوس ما را نصیب بکند. در سوره سجده آیه 17 الله میگه فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا یعملون. نفس های شما نمیداند اون چیزی که برای آنها در جنت پنهان کرده شده است و این جزا برای کی است؟ برای کسایی که یعملون، عمل میکنند. یعنی جنت آیا به عمل به دست می آید؟ آیا به جنت انسان بدون عمل داخل شده می تواند؟ فقط من مسلمانم گفتن آیا کافی هست؟ عقیده نداری، موحد نیستی، کفر به طاغوت نداری، مشرک مسلمان رو فرق کرده نمی توانی؟ نه، جنت برای کسایی هست که عمل میکنند. جزا هست. جنت جزا، مکافات است. برای کی؟ اونهایی که عمل میکنند. اما هستند انسانهایی که در این دنیا رو به جنت عوض کردند و هستند کسایی که جنت رو به این دنیا عوض کردند. یعنی هستند کسایی که این دنیا رو زیر پا کردند و جنت رو میخواهند و همیشه رضایت الله رو به دست میآورند و کوشش میکنند، عمل میکنند، تطبیق توحید. اما هستند کسانی که گفتند که ما این دنیا رو به چشممون دیدیم، جنت رو ندیدیم. کی رفت و آمد؟ کی به جنت رفت و آمد؟ این چنین سخنهای جاهلانه، کفری، شرکی و بالاخره این دنیا رو اختیار کردند به عوض جنت و جنتشون همین دنیا هست و بالاخره بعد از مرگ بجز جهنم چیزی ندارند. این است
انسان ها در این دنیا دو قسم هستند، یا جنتی بالاخره در آخرت، یا جهنمی. جهنم یک مکان، یک دور، یک زمینه که الانگی و گرمی و درد و رنج و عذاب و سختی ها دارد و آماده کرده شده است برای مشرکین و کفار و منافقین و مرتدین و برای گناهگاران. گناهگارای هستند از امتی محمد صلی الله علیه و سلم که موحدین داخل می شوند، عذاب می کشند، گناهشان پاک می شود و بیرون می شوند. اما هستند انسان هایی که گناهشان پاک نمی شود، به عذاب گناهشان پاک نمی شود. شرک، هر کسی که مشرک است به جهنم در آمد بیرون نمی شود. برای مشرک جنت حرام است و ابدالابد جای او جهنم است. شلی که الله میگه و من یشرک بالله، هر کسی که شرک به الله انجام میدهد، فقد حرم الله علیه الجنه، به تحقیق الله جنت را برای او حرام کرده است. این وعده الله است. و مأواه النار، و بازگشت این انسان جهنم است. و ما للظالمین من انصار، کسایی که ظلم میکنند به خودشون در این دنیا، یعنی مشرک، این شرک لظلم عظیم، از همه ظلم بزرگتر این شرک است. کسایی که به خود ظلم میکنند برای اونها نصرت دهنده در جهنم وجود ندارد. البته عذاب جهنم هم به گرمی شدید و هم به زمهریر، به خنکی شدید است که روایت امام مسلم است که در آینده ما بیان میکنیم. پس انا این است که الله سبحانه و تعالی در قرآن میگوید در وصف جنت، یا که در بیان جنت در سوره آل عمران آیت 133: وسارعوا الى مغفرة من ربكم و جنت عرضها السماوات والارض، و کوشا باشید و بکوشید و مسارعه بکنید، یعنی پیش صفی بکنید، مسابقه بکنید به سوی مغفرت الله، به سوی مغفرت و بخشیده شدن از جانب ربتان و به سوی جنت. الله من و شما را امر کرده است که به سوی جنت حرکت بکنیم، کوشش بکنیم. پس به سوی جنت بدون کوشش نزدیکی کرده نمی شود. کسی که کوشش به سوی جهنم میکند او را ما جنتی نمیگوییم، یا جنت میرود هم گفته نمیتون. اما یک انسانی رو وقتی میبینید که شب و روز کوشش میکند، مسارعه میکند، پیش دستی و پیش قدمی میکند به خاطر به دست آوردن رحمت الله، رضاگی الله، جنت الله که اصل و اساس این همه نجات و به دست آوردن رحمت الله، نائل شدن به رحمت و به مغفرت و به فضل و کرم الله و به دیدار و رضایت الله سبحانه و تعالی و جنت، این توحید است. این جدا کردن کفر و شرک است از ایمان و از توحید. این جدا کردن مشرکین و مرتدین و کفار از موحدین و مسلمانان است. این دوست داشتن مؤمنین و موحدین و بعد دیدن کافرین و مشرکین و مرتدین است. انا مین است طلب لا اله الا الله محمد رسول الله. دو رکنی که دارد، 7 شرط صحتی که دارد. کسایی هستند که شب و روز کوشش میکنند که فهمند و عمل بکنند. البته برای اینها ان شاء الله جنت است. در آیت دیگر سوره بقره آیت 25 الله میگه و بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار. بشارت بده ای محمد صلی الله علیه وسلم، بشارت بده به آنها که ایمان آوردند، آمنو ای وحدو، یعنی موحد شده اند، شرک را ترک کرده اند، مشرکین را ترک کرده اند، کفار و طاغوت را ترک کرده اند، کفر به طاغوت دارند، براءت از کفار و مشرکین دارند و دوستی و موالات با الله و رسول و با مؤمنین و موحدین دارند. به انمین خیل انسانهای مؤمن واقعی و موحد بشارت بده، خبری خوش رسون، به آنها خبری خوش بده، بشارت که شما موحد شدید، عملی صالح کردید، برای شما چی است؟ حتما برای شما جنت هاست. جنت یک تا جنت نه، جنت هاست. جنت هایی که جاری می شود از زیر درخت هایش چی؟
دریاچه ها، جنت زیبا، جنتی که رضاگی الله وجود دارد، جمال الله وجود دارد، اللهت را میبینی، ربت را میبینی، صحبت میکنی، درد و رنج و عذاب و این مشقت و تکالیف عبادت وجود ندارد، نماز و روزه و مشقت و حرکت وجود ندارد. تو مشقت را در این دنیا کردی، عذابت را در این دنیا کشیدی، امتحان را در این دنیا سپاریدی و نتیجه تو بعد از اینکه موحد شدی و توحیدت ثابت و تحقیق شد، جنت مکافات تو شد. بهای تو 5، جای تو جنت است. اهل و عیالت، فرزندانت موحدند، پس همراه اونها هستی. اهل و فرزندانت مشرک و کفارند، پس اونها در جهنمند، تو در جنت هستی. آیا غمگین میشوی به خاطر اونها؟ جنت جای غمگینی نیست. پس کسی که میخواهد به پدر و مادرش، به یار و برادرش، به فرزندش، به زنش نیکی بکند، بزرگترین نیکی در حق گرد و اطرافت بوده دعوت کردن آنها به سوی توحید است. میخواهی که زن تو همیشه در جهنم باشد، بسوزد؟ نمیخواهی. پس یک راه را یاب، به سوی توحید دعوتش بکن، هدیهش بده، دعوتش بکن، سخت بگیر، دعوتش بکن، نصیحتش بکن، هر راه رو ببین. نماز تهجد بخون و در حقش دعا بکن که الله هدایتش بکند. صبر بکن. دعوت به شتاب نمیشه، صبر بکن در حق فرزندت، در حق زنت، در حق پدر و مادرت. قسم به الله بزرگترین هدیه یک فرزند به پدر و مادرش این هدیه توحید و دعوت کردن به توحید و نتیجهش جنت است. من در حیرت میمونم از همون طالب علم هایی که خودشون طالب علم هستند و وایمه هستند و این و آن، پدر و مادر خود را به توحید دعوت نمیکنند، زن خود را به توحید دعوت نمیکنند. بسیار امروز انسان ها رو میبینیم که زنش گمراه است، زنش در زیر دری بزرگترین جهنم است، مشرک است، کفر به طاغوت ندارد، مرد پروایی ندارد، مرد خودش به یار و دوستانش همیشه درباره توحید سخن میکند. تو چگونه مردی موحد هستی که زن خودت رو به توحید دعوت نمیکنی؟ بله شاید عذاب بکشد، شاید رنجت، شاید سبحان الله گریه بکند، شاید از تو برنجد، اما وقتی که توحید رو میفهمد، قسم به الله این زنی تو هر پگاهی و بیگاهی پیشونی تو را بوسه خواهد کرد. زیرا که زن میفهمد که تو حرکت کردی و کوشش کردی که زنی تو در این دنیا و آخرت همراه تو باشد، حرکت کردی، کوشش کردی که پدر و مادر تو موحد همراه تو این دنیا و آخرت باشد. البته این دعوت است، البته این دعا هست، اما هدایت در دست الله است. هیچ کسی رو هدایت کننده نمیتواند. دعوت میکنی و بعد از این توکل به الله است. فرزندی نوح علیه السلام دعوتی پدرشون، یکی از اولو العزم رو، بزرگترین پیامبر رو قبول نکرد. نوح گفتن که ای الله این فرزندی من از اهل من است، به کشتی اجازت بده در زیر آب غرق نشود، نمیرد. الله گفت انه لیس من اهلک، این فرزندی تو از اهل تو نیست، فرزندی تو از اهل تو نیست، زیرا که انه عمل غیر صالح، عملش غیر صالح است، مشرک است. کسی که مشرک است فرزندی تو نیست، بله خونن فرزندی تو است، اما به تو هیچ چیزی نیست. پس بزرگترین هدیه شما ای اهل توحید به خویش و اقربای خود، اولین کسی خود، پدر و مادر، یار و برادر و خواهر، زن و فرزند خود چی باشد؟ هدیه جنت، دعوت به سوی جنت، دعوت به سوی نجات، دعوت به سوی رضاگی الله، دعوت به سوی هدایت، دعوت به سوی نور، از این ظلماتی و از این کفر و شرک و از این جهنم و درد و رنج اونها رو خلاص بکن. شتاب نکن، صبر بکن، دعا بکن، گریه بکن و از الله طلب بکن. الله سبحانه و تعالی همین چی میکند؟ از من شما طلب میکند و میگه قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتان را ای اهل توحید از آتش جهنم نجات بدید و بعد از خودتان که را اهل و خانوادهتان را از هیزم شدن به جهنم نجات بدهید.
این وظیفه هر یک شما است ای اهل توحید. این امر الله است. قو انفسکم و اهلیکم، نفستون رو و اهل خانواده‌تون رو از جهنم نجات بدهید. سبحان الله، نشود که روز قیامت شما به جنت بروید و پدر و مادر شما گریان و نالان از شما شکایت بکنند و به جهنم بروند. مشرک را کسی شفاعت کرده نمیتواند. کسی که در این دنیا مشرک وفات کرد، نه پیامبر، نه یک مجاهد شهید، نه شما، نه هیچ کسی. پدر و مادر را شهید پدر و مادرش را شفاعت میکند، شهید یا که قاری پدر و مادرش را شفاعت میکند اگر پدر و مادر موحد باشد. امروز میگویند که این اهل بدعت گمراهین، این سلفی ها، این نوبرامت ها پدر و مادر خود را احترام نمی کنند یا تکفیر می کنند یا که این می کنند، ثواب دسترخوان را برای اونها نمی بخشند. ثواب دسترخوان اگر پدر و مادرت مشرک باشد فایده ندارد. 1000 گوسفند و گاو شتر بکش فایده ندارد. بهترین خدمتی که ما پیروان سلف صالح به پدر و مادرمون میکنیم این انمین دعوت به سوی لا اله الا الله محمد رسول الله کلید جنت است. ما کلید جنت را به دست این خویش و تبار و یار و دوست و پدر و مادر و فرزند و زن میدیم. قبول کردند اهلا و سهلا، اگر نفهمیدند در حقشون دعا میکنیم و همیشه غمگین هستیم. الله المستعان. پس پدرم و مادری بزرگوارم، ای پدر و مادران اهل توحید، شما پیش از این که ضدیت به اهل توحید بکنید، ای زنی موحد، ای زنی که شوهرت موحد است و تو را دعوت میکند، ای فرزندان یک مرد که پدرت موحد است، پیش از این که ضدیت بکنی، پیش از این که جاهلیت را اعلان بکنی، پیش از این که جهنم را اختیار بکنی یک کمی گوش بکن. پدر و مادر به فرزند موحدت، زن به شوهرت، فرزند به پدر و مادرت گوش بکن که تو را اینها به سوی چی دعوت میکنند. الله سبحانه و تعالی دعوت میکند به سوی چی؟ به سوی نور، به سوی هدایت. الله شما را بیرون میکند، یخرجهم من الظلمات الى النور. یعنی الله ولی الذین آمنوا، الله دوست است، دوست اونایی که ایمان آوردند. و همین الله شما را چیکار میکند؟ یخرجهم من الظلمات الى النور، شما را از ظلمات و تاریکی به هدایت و به نور و به روشنی و به خوشبختی سعادت این دنیا و آخرت و به آزادی و به خرسندی میرساند. اما والذین کفروا، آنهایی که کافر هستند بدانند که دوستهایشان طاغوت است. اولیاء والذین کفروا اولیاؤهم، آنهایی که کافر هستند اولیاشون کی است؟ طاغوت و کافر و دشمنان الله و رسول که رئیس اینها شیطان است. اینها چی میکند؟ یخرجونهم من النور الى الظلمات، شما را کافرها و اولیاشون از نور و هدایت و خوشبختی میبرارند به سوی ظلماتی و به سوی جهنم. پس این است جنت. کمی از موضوع شاید بیرون شدیم والله اعلم، لیکن یک نصیحتی بود. این جنت است که مکافات موحدین است. چقدر موحد شدی درجه تو هم بالا است. الله اکبر. اما الله در قرآن نظر بکنید چقدر درباره دوزخ صحبت کرد و من و شما را از دوزخ برحذر داشت، بیم داد، ترسانید. سوره آل عمران 131 را نظر بکنید. واتقوا النار التي اعدت للكافرین، از آتش جهنم بترسید که آماده کرده شده است برای کافران، مشرکان، مرتدان، منافقان، لشکرانشان، هم نشینی یا که پیروانشان، دوستدارانشان،
کسانی که از کافرین هستند، کسانی که رکن لا اله الا الله را به جا نآوردند، معنای لا اله الا الله را نفهمیدند، دین برای اونها ارزش ندارد، همه چیز را فهمیدند، متریس شدند، کامپیوتر را با همه برنامه ها فهمیدند، تمام نمود استاگی را فهمیدند، تلفن را درون بیرونش را فهمیدند، اما برای اونها قرآن یک چیزی نادرکاری بود، سنت چیزی نادرکاری بود. اونها فکر کردند که قرآن و سنت این یک چیزی هست که انسان را عقب میبرد. اونها بی‌پروایی کردند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نظرشان اعراض کردن از دین، کم نظری کردند، فکر کردند که بیفایده است و بالاخره کافر شدند و جهنم برای کافران است. الله میگه که ای مؤمنین و موحدین بترسید از همین آتش جهنم، همین آتش جهنم دوزخی که آماده کرده شده است، خلق شده و آماده کرده شده برای کی؟ برای کافران است. برای مؤمنین و موحدین جهنم نیست. اگر مؤمن و موحد به سبب یک گناهش بناگاه به سوی جهنم برود و به جهنم داخل شود، بالاخره از جهنم باز بیرون می شود. مسلمانی که توحید را دارد، اصل توحید را دارد، به مقدار گناهش اگر عذاب کشد بیرون می شود، یا که الله او را می بخشد. بسیار گناهکارایی است که الله می بخشد. در آیت دیگر سوره بقره آیت 24 می گوید فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. بترسید از همون آتش دوزخی جهنمی که هیزومش وقود، هیزومش کی است؟ انسان ها است و سنگ است. الله المستعان. به سبب اینکه موحد نیستی، هر کاری که میکنی قبول نمی شود و تو هیزوم جهنم میشوی. هیزوم جهنم دو چیز است. چهله که امروز علاب میکنید به هیزوم، یک شاخه درختی رو میشکنید و علاب میکنید با کومور، انگشت و غیره. جهنم به چی تصفانیده میشد؟ به انسان و به سنگ. سنگ رو به جهنم میپرتویند تا که جهنم باز علنگیش زیاد شود. و البته آتش این نار را الله جهنم گفته است، عذاب گفته است، سقر گفته است، ویل گفته است، نامهای گوناگون دارد. و ما از الله طلب میکنیم جنت را و هر عملی که ما را به سوی جنت نزدیک میکند، و از الله پناه میبریم از دوزخ و هر عملی که ما را به دوزخ نزدیک میکند. امروز ما طاقت یک کمی از درد و رنج رو نداریم. یک سوزنی به پایتون رسد، به دستتون یک سرکی رو درگرونید و به دستتون رسونید، طاقت ندارید. انسان هایی که به جهنم می روند در درون علاب و آتش و آب و جوشان زندگی میکنند، نمی مرند. برای چی؟ برای که الله جان اونها رو نمی گیرد. چلی که الله در قرآن خودش میگه نه مرده و نه زنده زندگی میکنند. الله المستعان. اینقدر درد و رنج زیاد است که شما نه مرده و نه زنده. انسان نه میمرد نه زنده میماند. درد سخت است. وقتی که اهل جهنم گرسنه میشوند و ندا میکنند از الله که گرسنه هستیم، الله شجرت الزقوم را به اونها نشان میدهد که بخورید. شجره زقوم یک طعامی که خار دارد، شاخه ها دارد، مثل چماق است، چارمغز، و به خود خار دارد. انسان وقتی که میخورد در درونش این همین چارمغز میکفد و درونش را تمام روده و شکم و معدهش را سوزانیده آب کرده به بیرون میبرد. انا درد، انا رنج. وقتی که ندا میکنند که تشنه شدیم، چرک و فساد و این همه آبهای جوشان را می نوشند. شما میگوید نخواد، الله به ما خبر داده. سوره واقعه را تلاوت بکنید، ترجمهش را بخونید. سوره های این پاره سوم را، همش را، پاره 29 را بخونید درباره جنت و دوزخ. آیا شما همین دنیای دو روزه را
انتخاب میکنید و ابدالابد به جهنم رفتن آماده هستید؟ اگر آماده باشید مرحمت، مردی کاری بکنید، شب و روز عذاب بکشید و بالاخره باز جهنم است. عمر ابن الخطاب رضی الله عنه یک جوانی رو دیدند، روایت فیه ضعف، روایت در این ضعف وجود دارد، لیکن ببینید یک جوانی رو دیدند و گریه کردند. گفتند چرا گریه میکنید؟ گفتند که اینها مشرک است، در این دنیا مثل سگ اذیت میکشد و در آخرت جهنم میرود. ای جوانی تاجیکی که جوانیت، پیریت و تمام عمرت در مردیکاری میگذرد، این دنیای تو خراب است، این دنیای تو ناچیز است، تو قمبغل هستی، نان خوردن خوب و زیاد نداری، هر چیزی که دلت میکشد گرفته نمیتوانی، این دنیا برای تو جنت نیست چگونه ای که به بعضی از کفار جنت است. یک بینای میده، یک خانچه میکنی، تمام عمر و حیاتت خار و زاری، لااقل موحد باش که در آخرت جنت بروی. اگر موحد نباشی این دنیا و آخرتت خراب است. الله المستعان. ای صوفی قبوری، بدون که عاقبت تو از سبب اینکه قبوری مبتدی گمراهی بدعت مکافر است، همین جهنم است. همه اهل بدعت، چخیلی که پیامبر گفتند افترق و ستفترق امتی الى 73 فرقه، امتی من به 73 فرقه تقسیم شد، 72 تاش جهنمی است، جهنم می‌دارد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه منهجش مخالف منهج رسول الله است. صوفی است، اشعری است، ماتریدی است، کسی نباشد. پس این است که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم وصفهای جنت را گوناگون وصف کرده و وصفهای آتش جهنم را گوناگون وصف کرده، عذاب جهنم را به مان شما وصف کرده و بیان کرده و نعمت و خوشحالی و لذت جنت را به ما وصف و بیان کرده، تا که ما عقل خود را پیش بگیریم، کار فرماییم و جنت را اختیار بکنیم و بالاخره نجات خود را دریابیم. هر عذابی که در قرآن ذکر شده در عاقبش جهنم ذکر شده و هر نعمتی که ذکر شده در آخرش جنت ذکر شده. پس ایمان آوردن به ان همین جنت باغ، یک بستانی که ما حالا ندیدیم، یک سرزمینی که الله همچون مکافات برای مؤمنین و موحدین آماده کرده است، و ایمان آوردن به جهنم جزای کفار و مشرکین، یک مکانی که درد است و رنج است و عذاب است و النگی است، ایمان آوردن فرض عین است، هم به زن، هم به مرد، هم به پیر و هم به جوان. ایمان بدون ایمان آوردن به جنت و نار صحیح نمیشد. ما باید ایمان بیاریم که ایمان میارم. ایمان یعنی چی؟ قبول میکنم، تصدیق میکنم، اقرار میکنم، باوری دارم که جنت وجود دارد، جهنم، دوزخ وجود دارد و هر دوی همین حاضر وجود دارد، همین حاضر وجود دارد. الله سبحانه و تعالی خلق کرده است، پیش از این که مخلوقاتش رو خلق کنه جنت و دوزخ رو خلق کرده است و جنت و دوزخ روز به روز به شما و عمل شما دیدن مکان شما آماده می شود. بعضی ذکرها است که اگر بگویید جنت شما درخت‌های زیبا کوریده می شود، بعضی عمل‌هایی که هست اگر بکنید به جنت شما قصرها بنا کرده می شود، بعضی عمل‌هایی که می کند انسان به سبب اون جهنمی می شود و جهنمش پایان به پایان به سختی ها رفتن می گیرد. پس نجات چی است؟ نجات توحید است. پس ایمان آوردن به جنت و جهنم و به دوزخ فرض عین است، باید ایمان بیاریم. کسی که ایمان نمی آورد، کسی که شک می کند، این کافر است. زیرا که این ایمان آوردن به جنت و دوزخ به یکی از رکنهای 5-6 گانه ایمان داخل می شد. آمنت بالله و ملائکته و رسوله و کتب رسوله و الیوم الاخر و القدر خیر و به روز آخرت. روز آخرت یعنی عذاب قبر، حساب کتاب، پرسش و سوال، جنت و جهنم یعنی جنت و دوزخ، همه ایشین به روز آخرت است. قول قلب است. انسان وقتی که ایمان آورد قول قلبش صحیح نیست. جنت این ثواب الله است، جهنم نار عقاب الله است.
انکار کردن جنت و دوزخ، دروغ شماریدنش، این دروغ شماریدن همه پیامبران است. زیرا که همه پیامبران به امتشون میگفتن که جنت وجود دارد و دوزخ وجود دارد. هر کسی که جنت و دوزخ را قبول ندارد پس ایمان آوردنش به رسول الله باطل است، دروغ است. گویا که ایمان به رسول الله ندارد. کسی که ایمان به جنت و دوزخ ندارد لازم قولش ایمان به رسول الله ندارد، ایمان به کتاب ندارد، ایمان به حساب کتاب ندارد، به روز قیامت ندارد، به میزان ندارد، یعنی ترازو، به صراط، به حوض کوثر، به نیکی و بدی، به طاعت و به معصیت، به ایمان و به کفر. سبحان الله. پس کسی که کفر ورزد به جنت و به دوزخ ایمانش صحیح نیست. کسی که شوخی به جنت و دوزخ میکند کافر است. در حدیث صحیح که امام بخاری روایت میکنند آمده است که از حدیث عبادة بن ثابت رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هر کسی که شهادت بدهد که نیست معبودی بر حق بجز الله یگانه است، شریک ندارد، نه در عبادت، نه در تشریع، نه در حکم، نه در نیت، نه در اراده، نه در قصد، نه در محبت، نه در طاعت، نه در تحکم، نه در تمام نمود عبادت شریک ندارد. نباید شریک با الله قرار بدید. و بعد از این شهادت بدهد که نه و این چنین همانا محمد بنده الله و رسول الله هستند و همانا که عیسی بنده الله و رسول الله هستند و کلمه الله هستند. عیسی کلمه الله هستند که به درون مریم الله به واسطه روح یعنی جبریل گذاشت. و ایمان بیارد و بگوید که جنت حق است و جهنم حق است. اگر همچنین ایمان داشته باشد این انسان را الله به جنت داخل میکند، چی عملی که داشته باشد. بارک الله فیک. پس هر کسی که ایمان ندارد به جنت و به دوزخ از جنت الله نصیب ندارد. ایمان آوردن به جنت و به دوزخ یکی از قسم‌های مسائل بزرگ است. ایمان آوردن بزرگ است. منزله ایمان آوردن به جنت و به دوزخ بینات بزرگ است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در نماز تهجدشون دعا میکردند و گشته و برگشته اثبات میکردند، لفظاً ذکر میکردند که جنت حق است، دوزخ حق است. تکرار میکردند. چه که در نماز تهجد پیامبر صلی الله علیه و سلم در نماز لیل آمده است. البته روایت سه است، امام بخاری و مسلم روایت میکنند که پیامبر صلی الله علیه و سلم یکی از دعاهایی که در نماز تهجد میکردند چی بود؟ اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق واللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك أخاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت. این دوی پیامبر بود. ای الله، همه حمد به تو است، همه حمد از آن تو است. تو نور آسمان ها و زمین هستی و برای تو حمد و ستایش میکنیم. تو قیم آسمان ها و زمین هستی و برای تو حمد و ستایش میکنیم. تو رب آسمان ها و زمین هستی و هر آن چیزی که در بین آسمان ها و زمین و هر آن چیزی که در اونها وجود دارد رب آنها هستی و تو حق هستی و وعده تو حق است و قول تو حق است و دیدار جمال تو حق است و جنت حق است. ببینید و الجنت حق و جنت حق است که آفریده شده وجود دارد، مخلوقتان است و ابدی می ایستد. و النار حق و آتش جهنم را هم تو ساختی، تو خلق کردی و حق است و وجود دارد و ابدی می ایستد. و نبیون حق و همه پیامبران حق هستند. و الساعة حق، روز آخرت حق است. ای الله، من به تو تسلیم شدم، ایمان آوردم، اسلام آوردم و به تو ایمان آوردم و به تو توکل کردم و به سوی تو توبه کردم و بازگشتم و به خاطر تو خصومت میکنم و به حکم تو حکم میکنم و به سوی حکم تو مراجعت میکنم، تحکم میکنم. مرا ببخش همه اون گناهایی که کردم و میکنم
و اون گناهی که پنهان است و آشکار است همش رو بخش. تو الهی من هستی، نیست معبودی بر حق بجز تو. در این حدیث وقتی که میبینید پیامبر صلی الله علیه و سلم جنت حق و نار حق را به الله حق، یعنی در پهلوی الله حق ذکر، یعنی الله تو حق هستی، جنت حق است، آتش حق است گفتید. بارک الله فیکم. پس این مسئله بزرگ است. با همین حلقه رو به پایان میرسونیم و در حلقه آینده دلیل ها رو از قرآن و از سنت ذکر میکنیم که جنت و دوزخ این دو مخلوق است. حاضر خلق شدگی، همین حاضر وجود دارد و فرقه های باطلی که حاضر خلق شدگی این جنت این کار میکنه ذکر میکنیم و این کار میکنیم. البته یک حلقه دو حلقه درباره جنت و دوزخ صحبت میکنیم و بعد از این به دیگر مسئله وارد خواهیم شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ان شاء الله بعد از کمی به سوال و جواب شروع میکنیم.